مقامات کارهای داخلی تاجیکستان بیش از یک هفته باز در کاروان بازار بزرگترین دوشنبه معرکه گرفتن ایز انگشت و تفتیش سندهای صاحبکاران را به راه ماندند. آنها گفتند که این کار بخشی از چاره‌های امنیتی است. تاجران میگویند دلیل رفتار مقامات را نمیدانند ولی در حالت نگرانی هستند. پاتن سرتیفیکات لیسانس ما را میپرسند، همه را میپرسند، میبینند، بعد اجازه نمیتن، اجازه نمیتن. نه دوستا باشی جو تا محکم میکنم. اجازه پاتن بود، کپی پاسپورت بود و بعد کیفتنسه بانک. کیفتنسه بانک برای 6 ماه وام چک شمس بود. نه این برای چی؟ برای کدام؟ برای ویزیده است. گرفتن ایز انگشت تاجران و سنجش حجت صاحبکاری آنها بعد از تقریبا یک ماهی حمله به دیدبانگاه اشقابات در ناحیه رودکی صورت میگیرد که به گفته منابع یک تاجر سابق بازار به آن پیوند داشت. این کار توغره برای که اون گرانی سرحد گذاشتند از دست میفهمند. این اون چیه؟ با شما اعلام کردن که ما اعلام کردن بیان مخمون میتونم. چندی از تاجران روز 9 دکبر به رادیوی آزادی گفتند که ماموریت بازار تنها آگاه کرده است که باید ایز انگشت را ثبت کنند و نسخه حجت‌های صاحبکاری را پیشنهاد نمایند. بخدا ما نمیدونم، یگام چی نمیدونم، برای کدام مقصد نمیدونم. همه گفتن سپورنی خیلی بزرگه که گفتن ما رفتیم سپوریدیم. در وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند که این اقدام به خاطر چاره‌های بیشتری امنیتی گرفته شده است، اما شرح ندادند که از چی نگران هستند. حلیمه فیضیه و مدیر بازار کاروان در صحبت حضوری با خبرنگاران رادیوی آزادی گفت نباید تاجران نگران شوند و میگوید این نه سنجش بلکه یک کار معمولی مقامات است. حالا در برابر ایز انگشت، عکس تاجران، نام و نسب، جای زیست، مکان تولد، اجازه فعالیت، شرطنامه صاحبکاری و شماره تلفن آنها پرسیده و ثبت کرده می شود. سند رسمی در شکل خطی در جاهای عیان و شفاف باید آویزان باشد و مقامات پروکراتور و دیگرها باید به طبیعت حقوقی این گونه سندها بها دهند، موافقتش به قانون و به کدام قانون، زیرا که در نظام قانونگذاری سندهای وجود دارند که از قرار وزارت مربوطه یا هیئت مشاوره ساختار دیگر یا مقامات رهبری کننده آیین‌نامه این بازار بالاتر است. به اطلاع مسئولان در بازار کاروان 2800 تاجر و در کاروان سیتی حدود 5000 نفر کار میکنند. عین زمان یک مسئول بازار کاروان گفت حالا به کار قبول کردن هر یک نفر در بازار در موافقه با مقامات حفظی حقوق صورت میگیرد.